مستضعف الأرض قلنا نعم لا للطواغيت لا للصنم حبوا لنرفع هذا العلم ثم الكفاح بالسلاح والقلم حتى يا شعبي منذ القدم كان شعارك ثورة ودم كان الأوان لنوقف الألم نوفي بعهد الله والقسم تعالوا تعالوا لقبر الشهيد نعاهده بالوفاء من جديد نعاهد أن ننقض الظالمين ونشجب بالدم قهر الحديد نحرر أوطاننا ليحكم قرآننا نحرر أوطاننا ليحكم قرآننا سنبقى على الأرض أقدامنا يخضر بالدم كل سعيد الله أكبر في كل واد. ندیده است که همونطوری که سلف طالحش به واسطه خشم ملت به جهنم واصل شد او را هم خواهند همین عمل را با او کرد. ملت مصر باید این مطلب را بداند که اگر قیام کند برخلاف این توطئه ها همونطوری که ایران قیام کرد اونجا هم خواهد پیروز شد. ملت مصر از حکومت نظامی نترسد و به او اعتنا نکند و همونطور که ایران حکومت نظامی را شکست و به خیابانها ریخت اونها هم بشکنند و به خیابانها بریزند و این تفاله های امریکا را بیرون بریزند. ملت بیت ننشینند تا این قدرت از بین رفته دوباره دست و پای خودش را جمع کند و نفوذ خودش را بر ملت تحمیل کند. امروز روزی است که ملت مصر باید قیام کند. امروز روز ضعف دولت است و قدرت ملت باید قدرت را نشان دهد و اعتنای به این حکومت نظامی برخلاف همه موازین نکند و بشکند این حکومت نظامی را و به خیابانها بریزد و این دولتی که میخواهد با سرنیزه با اسلام مخالفت کند و به صراحت میگد که هر کس که به اسلام وفادار باشد او را سرکوب میکنیم. این تکلیفی است برای ملت مصر، برای علمایی که وابسته به حکومت نیستند. این تکلیفی است برای علمای مصر به پا خیزند و برای خاطر خدا از اسلام دفاع کنند. چه عذری است برای علمای مصر که اعلام ضدیت با اسلام را این حکومت قبل از آمدنش به سر کار اعلام کرده است که هرچه با اسلام ربط داشته باشد ما او را سرکوب میکنیم. چه عذری است برای علمای اسلام در مصر که نشستند و گوش میکنند تا اینکه اینها دوباره غلبه کنند. امروز شما پیروزید. ملت مصر امروز قدرت دستش است. ارتش معلوم نیست که با دولت باشد مگر اونهایی که جیره‌خوار امریکا هستند. ارتش مصر توجه کند به این که اگر چنانچه بخواهد
پشتیبانی کند از این حکومتی که اعلام کرده است که من تابع امریکا هستم و اسرائیل و من هر کس دم از اسلام بزند او را خفه می کنم، این ننگ را به خودش ارتش اسرائیل، ارتش مصر راه نداد و مهلت نداد تا بعد از این باز اسرائیل بیاید و به شما حکومت کند و اسرائیل و آمریکا مقدرات شما را در دست بگیرند.